4-5 نفر در پیش چشم خودم کسل بدن، نگاهشان نکردن، همه وزمین شدن. من یاسین خواندم در تار سرشون، مردن. همونجا ما منشون بستیم، گرفتن بردن، صاحباشون دادن. تا همه درجه را که نمری جواب نمیتین دیگه. بگناه را اونجا مردمی که 50-60 نفر پراندن، باقی مانده ایوه همشه بعیب کردن از زدن. همین قدر زدن که همه معیب شدگی بود. یا پول میتی جواب میتین، پولی کلون، یا که میمری همونجا ده و مردت جواب میتین. همه شب همه 19 می دیم آشیانه ده بدم. شما چقدر کدام وقت آمدید سیزا و بعد این آشوب سر زد؟ چند ماه پیش از همین؟ من ماه مارت آمدم. ماه مارت. من 10 مارت آمدم همه بالنیچکا. خب مارت، اپریل، می 2.5 ماه در اونجا بودم. بعد 2.5 ماه بعد همه آشوب سر زد. در اونجا وقتی که من آمده بودم، این مقسم عبدالستار اون نهضتی و هم اونجا بود. او کیم بود؟ جنرال قیام الدین هم بود، او ملاش هم بود. همه آدمایی را که پراندن همشون در بالنیچکا بودن. بعد بالنیچکا بعد یکی بود که یورا آشوب 19 هم سر شد و یورا یکم ده گرفتن، یا 19 روز 20 روز پیش گرفتن بردن همشه با چیرا. از این پره همه خانه ما زندگی میکردیم. یک دیوال بین مونده بود. اول دیوالی پستکک بود، حاضر کندم بلندش کردن. یک حاضر او چپشید، هم چپشید کندم بلندش کردن. اما پشتی ماده ترمه بود. همه بچه ها قدی گب میزدیم، امتر دهنکی گب میزدیم. می اومدن پیش مو گب میزدیم، بین مو 1 متر همگی رستانی 1 متر ده گب میزدیم. نکی سیم خور که کشیدگی بود، میگفتن که همه سیم وای داره، قوه الکتریکی داره، هیچ کس نزدیکش نمیرفت. خیلی ما دهنی تریزه و یا طرف گب میزدیم. اما بگاه 19 هم یکی غلاغلی و دوادو سرشید. همین خیلی ما دیده شدیم، با چشمون همه را دیده، با گوشمون شنیده شدیم. یکی سر شید و دوای سر شید. مردم جمع کردن در پلاس. همه را بشکم زدیم. پلاس میگن همون میدانه که مردم قطار میستن میشمارن و یاره چند نفرن. در همونجا جمع کردن، گفتن همه بشکم خو روا. همه یک قطار خو رفتن و اینجا شتقتی زده، خیلی بالای بیاده برو، اینش بالا ده برو. هم خیلی جمع کرده، توپ کردن، رنگی پایر توپ میکنی که رو برو. هم خیلی توپ کردن. او پایان ماندگی ها چند کس که دمتاز شده مردن. بعد از همینجا یک تش سراشون مسکه کشیدگی، هم افسرها در دستشو اونا خیلی پولمیات автомат فیرات کردن، نامبر کردن، یک تا اشمت تاشمت فلانی 70 نفر فیرات کردن. گفتن که ها انا زپریتکا دیدی؟ زپریتکاش همون دیواری هست که بالاش سیمخوار دارد و گیردی ترمه ده. گفتن که به طرف همه زپریتکا میدوه شما 1 متر تا همون ماندن. ما است گفتیم میستی نباشه حاضر جاتون همتون میپرونه. قانون از حکم هست که همین محکوم شده را پرانه در کار نیست. باید دپوتات هم یه روز برآمد کرد، گفت که 17,000 آدم محکوم شده، ما به همه 17,000 آدم هم میتونیم که حکومت کنیم. یعنی ما در کار نیستیم دیگه. بس حد تهمت سودمون کردن و دپوتاتش میگه که به شما میتونیم حکومت کنیم، شما لازم نیستی. آن بعد یورا گفتن که بدوی طرف زپریتکا. دویدن یا چون از قفا انمی تلفن‌های چقدر سنسور تلفنش میگن، نه خیلی رسم میگیره کو. خب همو قطعی خودشون از قفاشو سیامکه کردن. سیامکه کرده سادسیاتشون میگه که یو گریخته سودیان پرون. بعد از قفا پروندنشون.
همه عکس پراندن اونجا ده، پراندن در اونجا. وقتی که پراندن همش تمام کردن، بعد کلانشون اومد، یک گنرال اومده همسو در اومده بس کنه، گفت خیلی گناهگارا رو پرانده، دیگه بیگناه را چه میکنه پرانده، دیگه بیگناه را اونجا مردمی که 50-60 نفر پراندن، باقی مانده ایوه همش بعیب کردن از زدن، همین قدر زدن که همه معیب شدگی بود.